سلام و درود خدمت شما که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید. من پارسا هستم، اینجا وایفونه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با یک ویدیوی دیگه از پیج وایفون. شاید خیلی قصد داشته باشن که بالاخره برای خوندن جزوه یا حالا در واقع حفظ کردن جزوه یا هر کار دیگه کتاب خوندن، مخصوصا دانشجوها و دانش آموزا یه دیوایس لازم داشته باشن که خب از گوشیشون قطعا بزرگتر باشه و صفحه نمایشش بزرگتر باشه، مثل تبلت یا لپتاپ. اما امروز در خدمتتون هستم تا معرفی کنم تبلت هایی رو بین باز قیمت 7 میلیون به بالا. با من باشید. خب خیلی سریع بریم سراغ لیست تبلت ها. لنوو شاید با خودتون بگی خب با لنوو که تبلتاش قدیمی و هنگ و اینا، اما نه. لنوویی که ما اینجا داریم لنوو اولین تبلت در واقع لنوو M9 هستش که یه دیوایس در واقع جدیدیه که بین سال 2022 تا 2023 فکر میکنم معرفی شد و مشخصات خوبی هم داره. حالا به مشخصاتش میرسیم که بین باز قیمت 7 میلیون تا 8 میلیون قرار داره. لنوو M10 یه مدل بالاتر، یه لول بالاتر، M10 نسل 3 البته. این حتما یادتون باشه چون M10 اسمارت در واقع اسمارت تب M10 هم داره که یه تبلت قدیمیه از لنوو، اما این لنوو M10 نسل 3. اما این تبلت بین قیمت 8 میلیون تا 9 میلیون قرار داره. جاش میتونید ردمی پد SE رو بگیرید که حالا جلوتر میرسیم و این دوتا رو با هم در واقع مقایسه میکنیم ببینیم کدومشون بهتره. اما جاش میتونید خب ردمی پد SE رو بگیرید، بین باز قیمت 9 میلیون تا 10 میلیون قرار داره از برند شیائومی. اما تبلت بعدی گلکسی تب A9 هستش که قیمت بین 12 میلیون تا 13 میلیون در سایت های خرید اینترنتی موجوده. و تبلت بعدی ردمی پد 6 هست و تبلت آخر هم ردمی پد 6 از برند شیائومی و قیمتش هم بین 16 میلیون تا به بالا، 16 میلیون 17 میلیون. خیلی ها امکان داره بالاتر هم بفروشن. اما قیمت اصلیش اینو بگم، قیمت اصلی ردمی پد 6 همون 16 میلیون، نهایت 17-18 میلیون، بالاتر بهش پول ندید. میتونید الان توی یه سایت خرید اینترنتی خیلی معتبر خب داره میده 16 میلیون، اما تو بازار قطعا بیشتر میدن، اما ارزش خریدش همون 16 میلیون تا 18 میلیونه. ردمی پد SE هم ارزش خریدش نهایت 10 میلیون، بیشتر پول ندید بهش. و آره دیگه همیناشون که بیشتر میفروشن توی بازار. و اما آخرین تبلتمون هم آیپد 10.9 اینچ، نسخه آیپد 2022 اپل هست، نسخه 10.9 اینچ به قیمتش همون 20 میلیون هست. این هم قیمت پول بیشتری بهش ندید، ارزش خریدش همین 20 میلیون تا نهایت 22 میلیون 21 میلیون هستش. اما قبل از اینکه بریم سراغ در واقع معرفی بررسی مشخصات تبلت ها، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. توی سایت های فروش اینترنتی، خرید اینترنتی، یه تبلتی رو میفروشن با اسم که خیلی هم تبلتیه که حالا شاید به اسم نشناسینش اما خیلی دیدینش. تبلت سامسونگ تب A TD295 مدل TD295. این تبلت الان قیمتش حدود 9 میلیون هستش و من 3-4 سال با این تبلت کار کردم. الان قیمتش حدود 9 میلیون 10 میلیونه. چرا داخل این لیست نذاشتمش با اینکه خیلی هم تبلت در واقع پرطرفداریه؟ ببینید الان تازه حالا اومده به 9 میلیون ها. من چند هفته پیش کالا نگاه کردم 11 میلیون بود. اصلا این تبلت یک مقدار خیلی هم کم حتی ارزش خرید نداره. حتی با 4 تومن 5 تومن بازم ارزش خرید نداره. نه راست میگی؟ عجب پولی ندید بهش. حالا عکسشو من میذارم اینجا، خیلی فروش میره توی بازار. من خودم با 4 میلیون خریدم 3 سال پیش، با همون قیمت الان تو دیوار هم میفروشن
توی شیپور هم نمیدونم میفروشن توی سایت خرید کار کرده، حالا لوازم دیجیتال یا هر چیز دیگه ای نخرید. با 4-5 میلیون هم یعنی تبلتی که هم هنگ میکنه، هم کیفیت صفحه نمایشش کمه، هم باتریش هنگ میکنه، هم کیفیت باتریش کمه، هم سوکت شارژش خراب میشه. اینا چیزی نیست که بگم مثلا تو بد نگهداری کردی، کلا همین جوریه. یعنی تبلت رم 2 و یک هم ازش استفاده کنید کامل هنگ میکنه. پس این تبلت رو نخرید. در واقع سامسونگ گلکسی تب A مدل 3295 رو اصلا نخرید، با من باشید. خب ما بریم سراغ مشخصات تبلت ها. خیلی وارد جزئیات نشدیم و یه مشخصات کلی رو نوشتیم. لنوو تبلت M9 ارزون ترین تبلتمون بود، رنج قیمت 6-7 تومن. دوربین 8 مگاپیکسل اصلی و سلفی 2 مگاپیکسل رو داره که خب دوربین خوبی نیست، اما تو این قیمت کارتون راه میندازه. کارتون راه نمیندازه. اگر خب تبلت میگیرید قطعا زیاد با دوربینش کار ندارید، پس خیلی مهم نیست قطعا براتون دوربین اگه میخواید تو این رنج قیمت تبلت بگیرید برای وبگردی یا دیدن فیلم یا هر چیز دیگه. رفرش ریت 60 هرتز داره، یا همون نرخ تازه سازی 60 هرتز داره که خیلی خوب نیست ولی قابل قبوله. تراشش کارآمد مدیاتک هلیو جی 80. باتریش هم 5100 میلی آمپر که باتری خوبیه تو این رنج قیمت. لنوو تبلت M10 نسل 3 نسلش خیلی مهمه، چون گفتم تو ویدیو قبل تو پارت قبلی یه دونه قدیمی‌تر داره که نسل 3 نیست. دوربینش اصلی 8 مگاپیکسل و سلفی 8 مگاپیکسل داره، تقریبا خوبه. نمایشگرش رفرش ریت 60 هرتز، تراشه 2 نسخه تراشه داره در واقع، اسنپ دراگون 680 و یه دونه هم مدیاتک هلیو جی 80 که مثل همون قبلیه. باتریش هم باتری به شدت قویه توی این رنج قیمت و میتونه همراهیتون کنه تا چند سال. و اما تبلت بعدی سامسونگ تب A9 دوربین اصلی 2 مگاپیکسل و سلفی 8 مگاپیکسل داره، اصلا راضی کننده نیست. دوربین اصلی 8 مگاپیکسل و سلفی 2 مگاپیکسل داره که اصلا راضی کننده نیست توی این رنج قیمت. نمایشگرش رفرش ریت 60 هرتز، خب بد نیست. تراشش مدیاتک هلیو جی 99 که خب خوبه تو این رنج قیمت، تراشه تقریبا قدرتمندی داره نسبت به مثلا تبلت اول که بررسی کردیم. باتریش هم 5100 میلی آمپر، اما به نظر من کلا حالا چون که تو 12 میلیون تومن بهتر از این تقریبا نبود. حالا اگر هم بوده همون تی دی 295 که الان جوابش هم اتفاقا اونجا هست بهتون گفتمه و اصلا واقعا تبلت خوبی نیست. حالا گفتم دیگه 3-4 سال ازش استفاده کردم و کلا هنگی بود. پس سراغ تبلت های سامسونگ نری، به نظر من ارزش خرید نداره. اما اگر سامسونگ فن هستید، شیائومی نمیخواید، لنوو رو بدتون میاد ازش، خب میتونید برید سراغ سامسونگ. گزینه ها رو گفتیم. اما تبلت بعدی قول شیائومی هستش که یک بی‌نظیره واقعا، همه پک کلا عالیه، خیلی خوبه. واقعا یه دونه دوربین 13 مگاپیکسل اصلی داره، سلفی 8 مگاپیکسل، نمایشگرش رفرش ریتش 144 هرتز که واقعا کیفیت نمایشگر عالی داره. تراشش اسنپ دراگون 780 و باتریش هم 8840 میلی آمپره دیگه، واقعا این یه بولیه واسه خودش. اما آخرین تبلتمون هم که آیپد 2022 اپل بود، نسخه 10.9 اینچ. دوربینش 12 مگاپیکسل، سلفی 12 مگاپیکسل، نمایشگرش رفرش ریت 60 هرتز و تراشش هم اپل 14 بایونیکه که تراشه خیلی قدرتمندیه و باتریش هم 7060 میلی آمپره که باتری خوبیه تقریبا. اما آیپد 2022 10.9 اینچ اپل بعضیا میان با ردمی پد 6 مقایسش میکنن، میگن خب این 20 میلیون آیپد و خب ردمی پد 16 میلیون. خب این مثلا دلیلش چیه؟ چرا انقدر مثلا تفاوت داره مشخصاتش با هم؟ مشخصاتش خب آره واقعا بعضی چیزاش اون قدرتمندتره، اما مقایسهشون اشتباهه، چون توی بعضی از چیزها که حالا من کپی رو گرفتم و اینجا نیستش یا اصلا از اونها هم بگذاریم، عمر آیپد خیلی زیاده. یعنی آیپد واقعا در واقع یعنی 10-12 سالم بگی بازم عمر میکنه. اما شیائومی با توجه به در واقع عقبه‌ای که داره خیلی نمیشه بهش برای مثلا 10-12 سال اطمینان کرد قطعا. این مثلا نهایت 4-5 سال بتونه مثل گوشی عادی براتون، مثل تبلت عادی براتون کار کنه. اما خب در واقع استفاده مفید و بدون هنگیش رو من دارم میگم.
اما خب آیپد میتونه بیشتر هم در واقع عمر باتری رو داشته باشه قطعا. میگم مثلا 10-12 سالی آیپدی من دیدم، آیپد ایر وان بود که نزدیک 10 سال کار کرده بود و واقعا یعنی اگه مثلا قیافش رو عوض میکردی و یه دونه مثلا قاب پشت جدید براش میذاشتی و مثلا یکم یه مقداری بهش سر روش میرسیدی، واقعا آیپد خوبی میشد. تو اون مثلا یه آیپدی که 10 سال کار کرده، خب قطعا یعنی بدون هیچ هنگی خیلی رو مخی، بدون نمیدونم باتریش هنوز اصلا ضعیف نشده بود. ولی خب کلا میگم دیگه اپل براتون زیاد کار میکنه مثل آیپداش و اما شیائومی پد اصلا کار نمیکنه اونقدر که بخواید روش حساب کنید. خب اینم یه معرفی تبلت بود. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک، فالو و شیر و کامنت یادتون نره. کامنت رو اینجا بذاریم. خدا نگهدار.